زمانی برای صحبت به نزد صنعتکاری ورزیده هنرمندی مردمی اتحادی شوروی جورابک مرادوف آمدیم. آن کس را در اتاق کاری هنگامی کار از بالای آهنگ نوی دریافتیم. اینجا که واقعا آثارخانه است، تمام عکس‌ها، یادداشت و خاطره‌ها از سال‌های گوناگون فعالیت و سفرها با ترتیبی مخصوص گذاشته شده‌اند. صحبت ما با این استاد صنعت از باب هنر و هنربری آغاز یافت. اولش که هنر فکر میکنم این اگر مهربانی خدا نشود، مثلا من یک شاعر میشم، مثلا من خودم گویم، یا نویسنده میشم گویم، یا که دیگر ساعت دهقانی اصیل میشم یا کارگری اصیل میشم، ممکن من از عهدهش نبرایم. هم ممکن کمتر باشدم همین ساحه هنری، آوازخوانی و نوازندگی و همین چیزا کمتر مهربانی کرد از پروردگار تا توانستن ما حرکت میکنیم که به خلق تا توانستن رسانیم. و یک چیز رو فهمیدم که هنر، اگر هنر اصیل باشد و همون هر شخص هنرش را دوست دارد، هیچ وقت خار نمیکند، در کدام حالت نباشد. چون حتی من در تجربه خود دیدم همین چیزا. برای من هنر هر کس کسبی که نصیب میکند همون خار نکند و احتیاط کند و حلال و پاکیزه نگاه دارد، خدا خواهد و تا آخرت آبرو اعتبار نزد صاحب میشود. جورابک مرادوف صنعتی والا را دوست می‌دارد و به آن ارج می‌گذارد. با عقیده این استادی هنر، نفری که صنعت را دوست می‌دارد همه را دوست داشته می‌تواند. من همه وقت میگم که من همه ملت رو دوست می‌دارم، دنیای دوست می‌دارم، چون یک زمین، یک آسمان، یک آفتاب، من بارها تکرار میکنم این چیزا، اینها یکتیگه معجزه‌های پروردگاری. مثلا اینجا یک جا دیدید، یک جا با همین زمین لرزه شد، همه ما دلمون میلرزد. یک جا مثلا آتش گیرد، همه ما خرسند نمیشیم، هیچ وقت خفه میشیم، چون یک عمری یک کوتاه عالی جناب پروردگار نصیب گردانده است. این به در این دنیا اگر چیزی نبودی، به آن دنیا کرایی رفتنت نیست. یک ایزه ماندن در کار، هر کس سایه خودش به. در دوام 50 سال من با اهل قلم، با تلویزیون، با رادیوی تاجیک، من بسیار جا همکاری کردم. بسیار من مثلا بسیار منتدار هستم از اهل قلم و دائم میگم که از 100 فرزند شمشیرکش یک فرزند قلمکش به، چون که بهترین چیزای برای ملت اینها معرفی کرده میتوانند. من بسیار سالها همین چیزا مشاهده میکنم و فکرم اکنون این چخیل شده که تاجیکستان عزیزی ما خودش یک تاجیکستان کمزمینی بسیار عالی جناب خدا نصیب ما گردانده است، که بسیار پریشان بودیم. مثلا 5 ماه 6 ماه زمستان راه نمیشد و همین یک کاری عالی جنابی سروری دولت ما، محترم پرزیدنت ما، منم دیدن که در شرایط وقتی وزنیم به منم رودکی بیکار نگفتند، گر بر سری نفسی خود امیری مردی، بر کور و کرر نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده را فتاده بگیری مردی. ما کمتر یک جنگی بی اخلاقانه شد، کمتر فتاده شدیم، بعضی ها قریب که دست یاری نرساندن. همین نظر بگرفته پرزیدنت کشور پیش از ما تونل ها را سر کردن. این ببینید، تونل استقلال، شهرستان، من شرشره، من حاضر باز راهی خطای، راهی افغانستان، خداخواه این در بعد از جنگ از سر کردن. مثلا حربی ها داشتیم، همه چیز تاراش شده بود وقتی جنگ، همه رو کی رفت، چی دستش فرامد گرفته رفت، از همین سر کردیم. همین خلق عزیز باز همین به آرو به ناموس هست. سروری راهبر خطی، من خدا باشه که همین پایه ها برآمدیم، صلح شد پیش از ما صلح شد. این مکافاتی عالی جناب. جورابک مرادوف از هر یک دستاوردی خلق و وطن افتخار میکند. هر یک موفقیتی تاجیکستانی عزیز ما افتخار است. با ضم این فرزندان ما، نبیرها ما، ابیرها ما همین حقیقتا مهنت کنن برای ملت یک زمان، این افتخار است. در دوره شوروی مثلا تاجیکستان عزیز ما از همه ساحه پیش صف بود.
در ساحه مثلا دهقانی هم، در ساحه کارگری هم، در ساحه اپرا، بالت، مثلا سرودای خلقی، ملی، استرادا، دراما، همه پیش صف بود. و باز همین افسوس که همین یک کمتر وای شد، خلالدار شد و همین نیا نکرده خلق عزیز باز خودی خون بکی هست فرهنگ و هیچ کس گرفته نمیتواند. برای همین دیده در دوام کوتاه خدا بشکر من خودی همین تلویزیون گرفت چند شبکه شد و این شبکه یکم سفینه من این بهارستان که حقیقتا چخیلی که نوروز حاضر در آن خد چی باید جهانی کردن. حالا که من در یاد دارم وقتی شوروی با این دینی گفته اجازت نمیدادن. من امروز به من خدا بشکر 47 48 دولت نوروز همش میگذراند. این میگه همینم افتخار ملی ما. بسیار ملت های دیدیم مهمان شدیم. هم ملتی ما به فرهنگش همین که شهر نمیگیم، ناحیه نمیگیم، دور دستترین دیه با خب بدخشان میریم، ختلام میریم، رشت میریم، حصار بمی، زرافشان بمی، سوغد بمی. من شما ناشناس هم به وقت موندید مثلا هم کدام دری که خواستید یک همین دره میزنید میکشون و نمیشناسد شما میشه مرحمت نمانده شما در آورده میمانداری میکنن با پگاری اوزر گفته گسیل میکنن. بسیار جالب ایچ نیست. همین چیزا هم کرای افتخاری ما. مهر صنعت در دل جورابک مرادوف از زمان خردسالی معوا گرفته است. هرچند مشکلات زیادی موجود بود لیکن هدایت پدر برایش تکیهگاه شد. من از همین 3 سال 5 سالگی من میدانم خودم میدانم که میخواندم سرود. پدرم هم میخواندن. ما اولاد ما هست. اگر راست شویم همون سالها کم در اگر هم خرافات اگر کوهستان این از اولاد ما این ارتیست برآمده است گفته همین یک معنای درست کسی نمیگفتن. برای پدرم این کارا آواز خوب داشتن میخواندن. همین کس مثلا هم دیه به رئیسی دیه بدن هم مدیر فرمه میگیم زمستان ها من زامین و من این جاها مال خطی می آمدن همینجا برنامه های کنسرتی میشد دیگه مثلا هم وقت به مامور جان استاخوف مثلا اکشریف جورایف خدا ما با سانی خرطه میفتنده حاجی عبدالعزیز صادر خان اینو گوش کرده همین یک آرزو دلشون بوده که همین فرزند منم حافظ شود گفته. وقتی که اولش خدا پدر و مادر راضی میشد اون کار پیش میرد و ما هم همین آرزوی ما بوده همون گفتگی گپنده شما و خرافات این اولادی ما به این ممکن نیست گفته. یکی همون دیه با مکتب کروژا که خود فعالیتی همون اشتراک بکردیم. معلم ما یاد میدن اونجا نه ماگنیتوفون هیچی نه که اون وقتا بعد همه خانه ما با یک تا پتیفون میگفتن اون وقت پدرم از سمرخان آوردن هر شب دیه جمع میشد ما قرطمونی حاجی عبدالعزیز صادرخان حافظ همون وقت با همین سیز یا هر شب جمع میشدن همون دلی ما گرم شده. بعد خلاص کلان شدیم ما دیه تمام کرده خوجند با آمدیم که من معلم میشم گفته بدم ده اون من اینجا آمدیم من فکلتی فیلولوژی زبان و ادبیات تاجیک موندم. هر راست شگم اکنون از دیه آمدیم یک تا بهامی یک بل دو بل نرسید ما وقتی که امتحانات سپاره گشته دیه رفتیم از دیه گشته بیایم که من همون روی خطی قبول شدگی ها من نیستیم هم فکلتی زبان ادبیات بسیار خفه شدم. همین وقت با فکلتی پداگوگ و معلمی مکتب های ابتدایی اولین کورس که ما اولین خط کننده در جمهوری هستیم معلمی صنف 1 و 4 بعد همین بینم فامیلی من همونجا با بعد حیران شدم وقتی که همینجا امتحانات سپردیم کاتب تشکیلات کمسمالی همین اینستیتوت اون وقت اینستیتوت بود نومان جان غفورов بودم. ثانی دیکنی فکلتی ما نعمت زاده
رکتارم و پولاد همراه کرد همینا وقتی امتحان سپاری من الکی سرود میخوندم سرود از هر کجا آمدگی بیگایا جمع میشیم سرود الکی و چند بار دیده بودن همین کاتب تشکیلات کمسمالی دیکنم وقتی من یافته گفته هم فکلتی میبینم من گفتم نمیرم گفتن که سن و شای موسیقی شای درسی موسیقی های اسبابای موسیقی یاد میگیری تو سرود یاد میگیری هم دلم گرم شد حقیقتا آمدیم که من ثانی بعد رباب از استادم رمز علی محمدوف یاد گرفتم من حتی 4 سال خواندم 1 سال معلمی همون اینستیتوت شدم ساحه موسیقی و یک چیز عجیب دید دویم کورس شدیم خواندیم الکی ما انسامبل بود انسوم ولایت برآمد میکردیم کنسولای حکومتی به اشتراک میکردیم ثانی پروفسور قادیروف بودن اون کس دیکن فکلتی زبان و ادبیات بودن بعد یارو من جیغ گفتن بیا هم فکلتی بعد سیم کورس من گفتم وقتی نظرتون نگیری من نظرم نمیگیرم گفت شوخی کردم همین خلاص ما همینجا تمام کردیم ما متخصص هستم معلمی و 1 و 4 من حقیقتا بچهای دوست میدارم معلم شما من از صدق دل قسمت میکردم لیکن به فکرم این کارو من معلمی وقتی نزدیک ده. بعد وقتی که المپیاد رفتیم ما الکی معلم اینستیتوت از اینجا رفتیم 1800 نفر اشتراکچی ها بودن از تمام جمهوری از همین 4 نفره همون وقت راهبرا همش آمدگی بودن استاد ولامزاده رئیس جوری بودن 4 نفر ما کار به دعوت کردن گل رفتار شهاب و شرافت رشید و انورجان محمد جانوف دایره و کمینه کمتری نه باز همین گپ دیم من گشته دیه اومده اکنون من اجازه اولاد پدر و مادر گفتنم در کار دیه آمدیم که پدرم هیزم برفته بودن اگه ما جای ما هیزم یک 5-7 کیلومتر میرید از کوه هیزم اومده همه دیار جمع شدن ما یک چای نشتیم تا ساعت 9:30 شد که شب پدرم آمدن حداقل همه یاردم دادیم شتنه بعد گفتن خرسند شدن میمونای بسیار و من گفتم پدری عزیز همین خیلی وای شد حکومت تاجیکستان همین راهبرا گفتن که شما هم فیلارمونی کار ببینید بسیار یک خرسند شدن یک فکر با موندن بعد گفتن که طرف قبله گشته پروردگار من این آرزوی چند سالیم بود که این فرزند من حافظ شد به مانندی همین حاج عبدالعزیز صادق نامشور گفتن همون وقت همون مامور جان ایزاخ هم جدا حافظی وای بدن همون کنستای همونای دیده من آرزو کرده بدم خدا کشای شکارت دیت گفته بعضی خیشتبار ناراضگی کردن پدرم مادرم دعا دادن خب من همین تا همین روزال نصیب جورابک مرادوف از آن میبالد که فرزندش جانی بک امروز راه صنعت را پیش گرفته است. مثلا رازگی به من 4 فرزندم گفتم که حتی خواستم اینو مجبور کرد مکتبای موسیقی خوانانم کمتر خواندن نخواندن بعد صنعت مجبوری چیز نمیشد من گفتم اختیارات بعد اینا جمع کرده گفتم که صنعت یک چیزی که ممکن روی خاکساری نباشتم بعد من گفتم از من زور شیطاش در تو صنعت کار کنم یکی از جانبی اینقدر ویم نبود اینم از این بچگیش سر کرد من اینم میخواستم که پیروی من سرودای کلاسیکی سرودای وای دوری خودش به من خدا بشکر من بسیار خرسند شدم اکنون در قطار دیگر هم کسبانش این سن سالی که 23 به من 23 به 24 به یکم سفری افغانستان بود این 23 سالگیش به گریه در گلو دارم چون هوای بارانی ای شب برفی ای شب زمستانی گریه در گلو دارم چون هوای بارانی من جوانای بسیار دوست میدارم حرمت میکنم حالا میگن که جوانا عیب جوانانه ما بعضی ممکن خطا کردیم که جوانهای راه درست بیان نکردیم همین جوان کمتر جنگ خلل رسون جوانها بسیار صنعتکارای نظم برام زدن آوازهای خوب جوانهای زیبا دخترها پسرها زبان عالی جناب صاف تاجیکی صنعتشان است فقط یک التماس یک
من التماس میکنم که ملت ما به چیز پست در کار نی. شعری پست هم نخوانن، آهنگ پست، حالی که آهنگ عالی جناب بعضی شعرهای پست خداشا شعر می نوشن. بیا همون فقط خواهش میکنم که شعرهای بلند و یکی مهنت کرده آهنگ میکنن شعرهای بلند خوانن. استاد جورابک مرادوف با واژه ستاره نظر دیگری دارد. ستاره همین مفهوم همین مابین 10-15 سال میگه پاش ستاره همین گپا نبود که وقتی وای به شوروی و این همین گپای چیزهای آسمانی آمیخته نکنیم میگم. ستاره جاش بیستد هم صنعتکاری نقشد و صنعتکاری نقشد گفته بهادیت خودی اولش خدا دویم خلق دو قوی بزرگمند یک عمر میگه میزنم اول خدا دویم خلق خودش جدا میتواند بها داده هر کس جای خودش مونده برکشیده هم به خودی خلق ما بسیار بزرگ است. وقتی که نصیب شد و شهرت پیدا کردید بسیار دشوار، چون که شما الکه بازار میخواهید که رفت خودتان خرید کنید الکه نمیتوانید. مثلا شما میتوانید که دوستاتان خودی رستوران رفته آزاد شینید میمونه یا جای جمعیتی جد دشوار. هر روز این کار کنیدم وای الکه نمیزی بدم دیگه اکنون، چون همین هنرمند باید که همین دور و ایستاد که مثلا برنامه میشد مردم بیاد و در آمده تماشا کند. برای همین چیزا بسیار تیار شدن در کار، لیکن دشوار. شهرت داشتن جد دشوار. برای شهرت پیدا کردن سالهای سال زحمت میکشید، بسیار تیز باید آدم ممکن. حضرت رودکی گپشان های با 100,000 کس تنهایی به 100,000 کس تنهایی، لیکن همین در زندگی حرکت کردن در کار که تنها نباشد آدم. این عجایبه که این چیزا تنهایی همین چیزها هم ایجادکارا و همین چیزا هم در کار من ندانم. با سوال شما باری خود را تنها احساس کرده اید؟ استاد کمی سکوت کرد و علاوه نمود. البته انا میخوام وقت بسانی ایجاد با یک سمیتیت سانی دنیا با آنیم الکه ما خوشبخت. من سانی یک خصلت دارم، مرد باید ننالد. همین دنیا با آدم مهنت کردن در کار، زحمت کشیدن در کار. من این کارم پیش نرفت باید ننالد. باربد، رودکی، مولوی، من حاج عبدالعزیز، صادق حافظ، همینای ما استاد میگیم. ندیدیم که اون بار نگی همونا و یا استاد بدن حقیقتا، نه مگنیفون بود نه ویدیو بود. اینا از دهن به دهن اینقدر چیزای عالی ایجاد کردن تا ما رساندن. استاد همونا ما در دوره ما حاضر من این ویدیو این بخت بینید کنی همون وقت میشد سیماش و ایجادیاتاشو برای ما میمون. از شکری از دهن به دهن همه قدم ما حاضر خوشبختی همین که همه چیز میماند برای نسل آینده. تربیت شاگرد مثلا ما هم 15 جمهوری به سفر هنری داشتیم یا که خارج یا کنستی خودتان هم در شاگردتان در تماشابین پیدا نمی کند که مثلا من وقتی که تاشکند روم 2 شاگرد میبردم، مسکو روم 4 شاگرد میبردم، قرقیزستان روم 2 شاگرد. همینو برده مخلصای خودم وقتی شناس کردم. مثلا یک استادیوم 25,000 کس میرید 2 شاگردم برید 25,000 کس الکه مخلص میشد. همه من نمیخوام که تربیت کردن در کار، حقیقتا دستیاری کردن در کار، سرش سیله کردن در کار. هیچ کس از پیش خود چیزی نشد. هر کس در رفت خودش یک چیز نمیشد. اول تقلید میکنید، یک کس به هوس میکنید. برای همین تا توانستن ما همین خیلی کار کردیم. سفرهای هنری من همین حضرت جواناکا عالی جناب سفرهای هنری کم. ما در دوره شوروی هر ماه 15-19 تا نارمه میگفتن بود. هر ما 20 روز نبودیم خانه با. لیکن همین اینقدر تیار میکنه از شما یکی شما به حد سخت تیار میشید، ایجادیات هم میکنید. چرا؟ مثلا من سمرقند میرم
بخارا میرم، کولاب میرم، خاراگ میرم یا مسکو میرم. این سال برنامه کردم من که 17-18 چیز خواندم. بعد از یک سال با میرم همون 17-18 چیز 5 تا نو نکنم، سیوم بار روان نمیگم. برای همین شما مجبور میکند که ایجاد کنید، کار کنید. برای همین سفرهای هنری بسیار، ما همون سفرهای هنری بسیار آب و تاب مییابد آدم. مرد اگر درد دارد یک کوه درد دارد. اشکم چیزی وزنی یکی ریختنم در کار بعضی. همون اشک اگر نبراد درون ندانم زهرآلود میکنن یا ندانم یا چیز میشد. جورابک مرادوف همیشه پدر و مادرش را به یاد می‌آورد و موقع والدین را در تشکل شخصیت فرزند زمینه اساسی می‌حسابد. مادرم گذشتهشان 30 سال زیاد شد، پدرم 20 سال. هیچ دور نمیرم. من سال از سال خودم زیاد شد، زیاد و یا احترامشون من حاضر خودم من نتوانستم خدمت کردم. حاضرم من نزدیک به کنسرتی نو کردم از وای. چقدر سن سال زیاد شد باز هم پدر و مادر، چون که من فکر میکنم که همین دهه‌ای که تولد شدید همون دوست دارید، تمام دنیای دوست میدارید. هم پدر و مادری خودتون دوست دارید، تمام پدر و مادر دوست میدارن. من هم تمام پدرها پدری من، تمام مادرها مادری من. اول بعد اینو ببینید کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم، خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم. کوچه کوچه از یادت غمگینانه میگیریم، خانه خانه میمویم بی بهانه میگیریم. مادر جان مادر. این دو رفتم میرسانی در باری پدر، البته کمتر وزن‌تر. من اگر در گذرم نزدی پدر گورانید، کی مرا بهری پدر رازی نهان بسیار است. خدمتش را بیکنم ورنه همه کاری جهان، پیش قرضی پدری و پسری بیکار است. ما یک قرض دار هستیم. در با فرزند که آمدید ببینید در تیز میشد، با خرسند میشید، زندگی دوام دارد. جان و سری تو ای پسر نیست کسی به پای تو، آینه بین به خود دیگر کیست دیگر ورای تو. هم پدری و هم پسر، هم تو نی و هم شکر. دیدید فرزند کشید با زندگی دوام دارد. همین من برنامه‌ام زیاد میگویم این چیزا، یک دیگر احترام کردن در کار، حرمت همکارا. مثلا همکارا آدما میگن گدا دشمنی، گدا یک دیگر تشکیل میکنن. بعد بینید عمر ما از خانه دیده کارخانه به زیاد میگذارد. عمر ما کارخانه باید که محیط تیار از هیچ کس نمیکنه، ما خدا ما باید یک دیگر دست یاریتی محیط کنیم که همین جبه عمر ما خوش گذرد. همه پولدار نمیشه، همه صاحب خانه خوشرو نمیشد، همه صاحب ماشین ناز نمیشه. این تقدیر، این 5 لیلک برابر نیست. که هر کس در جای خودش حرکت کرده، همین نصیبش دادگی پروردگار را شکر کند، خوش گذراند. البته دشوار با خیالم مهنت ده، عشق نباشد. هم فرزندی 30 تا فرزند یک تا خانه باید جمع کرده، یک معلمه خواهری عزیز از جگرش آب کرده درس میتید. همه عشق نباشه از کجا میشه؟ همه شما دوست داشتنش ممکن نیست.
لیکن به هر حال هست آخه از 10 کس 2 کس 3 کس شما دوست می‌دارید، شما چون نگید شما 10 کس من مثلا همه دوست می‌دارم. ببینید ای دوستان جانی با هم بودن غنیمت، یک لحظه شاد و مسرور بیغم بودن غنیمت. همین خوشبختی همین چیزی که وقتی که زنده هستیم یک دیگر السلام علیکم احترام میکنیم، من این خوشبختی نمی بسیار آرزوها دارم راست شدم برنامه ها. من کمتر خودم حتی فکر نکنید که من برای خوش رو شدینی گپ هم این گپ میگم. من بارها گفتم که تنبل بدیم همین انگلیسی نغز یاد گرفته زبان انگلیسیش که انگلیسی ها بخوندن در کار بوده است، فرانسوزی یاد گرفته فرانسوزی یاد خواندن در کار بوده، روسی نغز یاد روسی خواندن در کار بوده است، این کارا کردن در کار بوده است. چون که وای بیشتر مثلا در تاجیک برامده فرانسوزی خوان، انگلیسی نوان، روسی خوان، تاجیک بودنی ملت نشان میده. درست می؟ ما بعضی همین این خدا وقتی کم در اوار شدیم نمیشه. اگه این گپ هیچ وقت نمیشه، اگه مبادا دیگه جواب میشدم کمتر نقشه من با آواز خام میشدم کمتر نقشم دیگه میکردم. هم بسیار تا می آموختم زبان‌های. مثلا یک آدم میبینید که 5 زبان میگه، یک آدم 5 آدم ده ما از زبانی مادریم هم درست